سلام سلام متین چطوری؟ محمد چطوری؟ مانی چطوری؟ عشقای من چطورید؟ خوبید؟ بچه من اون روز قرار بشینم کیکو درست کنم، هیچ وقت هم نشستم درستش کنم و الان با هم داریم کیکو درست میکنیم. داشت چه روزایی لایو میشی؟ گفتم من هر موقع داداش باشم لایوم، قربونت بشم. من درگیر کیکم. بعد الان کیک من ویو داره، بعد چرا اینجا داره 0 تا خرابه؟ درست شد، خراب شده بود. اوکی. بچه ها یه جوری شاشیدم اصلا نگم براتون. بچه ها این خوش کننده اتاقمون بود، اینی که اینجا داره فعالیت میکنه اینجا. بدبخت. امروز رفتم یه دونه چیز براش خریدم، با پیمان بودیم، یه دونه آینه براش خریدم، آروما ریلکس. حاجی اصلا وایب اتاقم نگم براتون چقدر خوب شده. این نوشابر دارم من توی یخچال، اصلا نگم براتون چقدر خوب شده. من تا حالا تگ نزده بودم تو تویچ، توی کیکم، شاید با همون سایسته میشه. اینور ایموت داریم، توی کیک ایموت داریم. حاضر کیکم باحال، بدکی نیست. اگه درآمد نداشت باحال نبود. حاضر پشت صحنه کم کی میاد؟ پشت صحنه کم داداش هنوز خود کم پدید نشده که بخواد پشت صحنه‌اش بیاد. منم هنوز ندادم. پشت صحنه کم تو یه فلش تو ماشینم. حاجی یه روش پیدا کردم بچه‌ها، میتونم بهتون هدستم و متا رو شیر کنم شما هم ببینید. خب نه به زور قراره یه ماه وی آر بازی کنیم. الان تو فکر اینم که چجوری چتتون رو بخونم، اونم باید بگردم پیدا کنم یه جوری. قرارم گیم حاجی یه بازی دانلود کردم توی هدستم، خداست. وایسا ببینم چوسی استریم، عجب گاویم. چوسی استریم، چوسی باید رو اینجا باشه. من بتونم مشکل چت خوندن رو حل کنم، چون میتونم رو صفحه های متام، یعنی تو صفحه که دارم میبینم هر چیزی هست رو بیارم، بتونم چتم اوکی کنم، تمومه. بچه این کیف 7 میلیون، این کیف 7 میلیون مال خود متاه. بذارید ویدیوش بیاد، ویدیو این بیاد پشماتون میریزه. واقعا مال متاه. فابریک و چیز چی بهش میگن، استاندارد درست شده برای چی؟ برای یه هدست متا. بعد اینجا رو شما نگاه کن، دستاش که چی در میاری دستت میگیری. خب حالا قبل اینکه ویدیوش بیاد میخوام بهتون رو استریم نشون بدم. خب حاجی این تو نگاه کنید، فکر شارژرش هم کرده. این یه توریه، میبینید شما میبینید الان اینجا معلوم نیست، با دوربین معلومه. بعد تو اینو یه بیلبلک داره، اینو میکشی بالا، شارژر این زیره که شارژر نیفته دستگاهتو خط بندازه. با چه استریمایی قراره براتون بکنم. یه بازی پیدا کردم خدا، یعنی خفن. این بازی انقدر خفنه نگم براتون. بچه بازی خداست، میری توش یه دختر جلوته، بعد میاد باید حرف میزنه. ویدیوش که میاد فکر کنم شنبه بیاد، خودم باید ایدیت کنم، چون یه ویدیو اینه که تصویری که من دارم میبینم و میبینید، یه ویدیو اینه که از بیرون نرگس ازم گرفته، برای همین شاید خودم ادیت کنم، چیز خاصی نداره. بازو گسی جدید گرفتی، اسم اون چیه؟ هدفمونه داداش، هدف. اصلا مجونی فکر کنی اینجاست؟ اینجا نیستا. نه دیگه رو تویش نیستم بچه‌ها، میام کیکم. بازو نور خار مادر مانیتور تو صورتش درد میگیره، نمیش کار عادت کردم. خفش و سلطان دماغ ایران علی بزرگی سیکتیر بابا. چیکار کنم دماغم دیگه. به نظر من ظاهر مهم نیست. شاید من قیافم باشه، دماغم باشه، چه میدونم موهام باشه، ریشام باشه، مهم ذات آدمه. متاسفانه اینم مهم اخلاق مهمه. اینم کیه؟ سوالش کن بچه‌ها، بی خیال. چی؟ You reach 1 million view on YouTube. بچه تو یوتیوب 1 میلیون ویو گرفتیم. مکسیموم ویو، فکر نکنی که ویدیو میو. پشمام دوستتون دارم. میخوام برم رمبو، آپدیت داده، جدید آورده، میخوام برم رمبو. میدونم پامو بذارم رمبو همتون میرید، ولی من میرم. میدونم میرید، ولی من میرم. قدیما بچه میزدم آپدیت کنه تو استیم، اول از 1 مگ شروع میشد 10 مگ 20 مگ
50 مگ 100 مگ 200 مگ و اینجوری میرفت. یهو شد 900 مگ تموم شد. ریدم. ببین یالا اولین توصیه که برات دارم جنگل داری میری الان فصل جنگله. خب نمیتونم پامو بهت نشون بدم. اگه پامو بهت نشون بدم انگار آبل مرغون گرفتم. نابود افتضاح. میری داروخونه میگی من یه 2 تا اسپری میخریم. اسپری قبل پشه و اسپری بعد پشه. این دوتا رو بخر. بعد یه قرص هم داره هر 8 ساعت یه بار باید بخوری. اون قرص رو هم ازش بخر. بگو میخوام برم جنگل. قیمتی نمیشه. کلا همه اینا با هم 150 تومن اینطوریه میشه. بعد اینا رو خریدی قرص رو که بخور. اسپری رو داشتی میاد تو جنگل بزن به خودت. بعد اگه جایت هم زدن سریع اسپری بزن. اون یکی اسپری رو بزن. هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. این کارو نکنی تیکه پارت میکنن. میخورنت. مردی که چوسی متا رو گوشه اون گوشه. آقا من کجا چوسی اومدم؟ نه جاش اینجا. کجا بهتر از اینجا؟ چوسی میخواستم بیام که آویزونش بکنم بغل میکروفون. جاش اینجا قشنگه ایزی. خب بریم تو گیم. باز کنیم ببینیم بچه این چیه. به عشق کی واکنیم؟ از استوری بذارم اینو. خیلی وقت است. بچه‌ها همین الان روی چیک و یوتیوب لایویم داریم رمبو بازی میکنیم. این پکو میخوام به اسم یلدا باز کنم ببینم چی بهمون میده. اوه اپیک یه چیز خوشگل بده. تو رو قرآن یه چیز خوشگل بده. حاجی خدای چیز قشنگی داد. خدای چیز قشنگ. بلند شو بیا استریم دیگه لینکش اینجا. یلدا خدای چیز قشنگی داد. بریم بچه‌ها بریم دست بزنیم. حاجی مپ حس میکنم عوض شده. آره تغییر کرده. اومدیم چیز کلاب هاوسه. یا حسین حاجی پشما. در ساعت کلان گی میخوره. داشتم کال میدادم هم حاجی یا حسین چون مپ این شکلی شده. مام یادم اونا غیب میشدن درسته؟ ولی بیا ما پایین بریم. مپ و نگاه زدم بچه. آره با چی میتونستم بکشم؟ نمیدونم. اون چرا دام شد یارمون؟ یکی بالا داریم. داداش فهمیدم با چی ما رو میتونستم بکشم. با ترپ مردم. و حقیقت اصلا بابا قبلا نزدیکشون میشدیم درم میشدن. امیر مرسی برای فالو. دی اول بازی سلام زنی سال یارو باشه بریم طبقه پایین. من نومدم چرا اینجوریه؟ نومدم چرا اینجوریه؟ ایمپکت میندازه. آره دیگه. بعد تو یارو بندازم ایمپکتو یا بندازم اینجا؟ نمیدونم واقعا. خب بعد تو یارو مینداختم داداش. اغجاب میشه تو یارو. منو مارک کرد داداش دمت هم گرم. وای دنبال من. 60 seconds remaining. وای دنبال من. If you must, چجوری خود خورم؟ if you can. عادتا من وای. نشد. وای حاجی چقدر ان بود. چند بوی زندگی بود. طبیعت واقعا این که روش نوشته بهت انرژی میده واقعا انرژی میده. ببخشید ریلکست میکنه آها ببخشید چت. حاجی من بوست زدم. بیاین همه بوست بزنیم این مدر رو بریم اینا بگیریم پایپاشو بخریم. Think you're alone. حالا اومدی تو چیز تو بودین. حالا اومدی تو ای وای حاجی همشون پایینه. همشون پایینه. ترپ شدم. کپکان شدم. آتیش گرفتم. مردم. حاجی الان میاد اجلاد الان میاد. راست اینا ها. داداش ریدی. من فقط با گام میتونم خوب بزنم. این باید بری تو یارو چه شد چالای من. مرسی که تو اینجا استریم بودید. بوست به تک تکتون.
دیگه ما همیشه توی کیک لایویم و یوتیوب، دیگه تویش لایو نیستیم. حالا از رفع دلی اشغالی برام تویچ هم لایو شد. دوستتون دارم خیلی زیاد، میدونید که عاشقتونم. فعلا شبتون بخیر. فعلا بوس بوس، خداحافظ.